با اطلاع مسئولین مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های شهر ترسونزاده سال 2020 در حدود شهر و جماعت‌ها تعمیر و از نوسازی زیاده از 100 کیلومتر راه اجرا گردیده است. خوشبختانه صاحبکاران نیز برای آباد و زیبا نمودن محل زیستشان سهم می‌گذارند. ساکنان دهه‌های حدود جماعت دهاتی قراتاق شهر ترسونزاده نیز در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که برای آبادی محل قید نمودند راه‌های بین دهه را تعمیر و از نوسازی می‌نمایند. ساکنان این گوشه کشور تلاش دارند که برای در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان گشتن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی سهمی باسزا گذارند. خیلی که دیده ایستاده در حدود دهه‌های جماعت دهات قراتاق شهر ترسونزاده بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی رفته ایستاده است. در حدود دهه‌های همچنین برای سنگفرش‌کنی راه‌های بین دهوی و همچنین برای بنیاد تالار ورزشی که ما در داخل آن قرار داریم ساکنان دهه دهبید و مدنیت کنار همت بستند و عزم دارند که تالار مذکور را تا به جشن 30 سالگی استقلالیت ساخته به استفاده دهند. باید گفت که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات قراتاق زیاده از 30 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز در یک چند دهه‌های دوردست میدانچه‌های ورزشی، دکان‌های خدمتی معیشی از جانب صاحبکاران وطندوست و آبادکار محلی مورد بهره برداری قرار گرفته است. همه روزه مردم از طرف رئیس کمیته محله همچنین فعالان دهه کارهای آبادانی در دیگر سمت‌ها برای تازه نمودن جای‌ها همچنین راه‌های بین دهوی راه‌های اساسی دهه همچنین برای تازه نمودن گرد و اطراف‌های مزار و دیگر عمارت‌هایی که در حدود دهه هستند مردم یک جا یک دل کار کرده ایستادند. ما مردم شهر ترسونزاده و ساکنان دهه دهبید و مدنیت کوشش میکنیم که جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با یک شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته و در کارهای آبادانی دهه و شهرمان سهم خود را میگذاریم. این حال کارهای ساختمانی، بنگاه طبی، کاشانه حسن، سرتراشخانه، میدانچه‌های ورزشی و غیره ها در همه دهه‌های جماعت دهات از جانب صاحبکاران محلی متشکلانه جریان دارد. گزارش صاحب نور عبدالرسولов خورشید علیموف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.